الهی به امید تو. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هم نفسه دوست داشتنی. یاد خدا الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست و سرحال و قبراق و ما توفیق همراهی شما تا پایان برنامه یاد خدا رو داشته باشیم. به اول برنامه عطر زدم، عطر گل نرگس علاوه بر عطر رضوی. چرا؟ چون شام جمعه است و جمعه متعلق به امام حی و حاضر و ناظر بر اعمالمون حضرت حجت ارواحنا له الفداست. وجود نازنینی که امام رضا جانمون درباره ایشان فرمودن که پدر و مادرم فدای او باد، او که هم نام جدم و شبیه من است. ای جانم، امام زمان ما چهرتن شبیه امام رضا جانمونن، خودشون فرمودن. بعد فرمودن او که برای مردم از خودشان اولاتر و از پدر و مادر بر آنها مهربانتر است. بعد فرمودن که چه نیکوست صبر و انتظار فرجش که این انتظار فرج خود جزئی از فرج است. به نظرم خیلی خوبه که حالا هدیه به پیشگاه مقدس و منور هر دو امام رضا جانمون و امام زمانمون علیهم السلام یه صلوات تقدیم و هدیه بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. حاج آقای حائری زاده عزیز و نازنین، خیلی خوش آمدید. سلامت بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما همه بینندگان خوب و صمیمی عرض سلام و ادب دارم و علیکم السلام و تبریک عرض میکنم ایام دهه مبارکه کرامت رو در خدمتتون هستم. خدمت از ماست. خوشحالی مجدد زیارتتون میکنیم. سلامت بشه. محبت دارید. خب ما برنامه امام زمانی من شروع کردم با اجازه شما. جمعه هم هست دیگه. آره دیگه، شام جمعه هم هست و بعدش هم خیلی حالا بخشی شما من عرض کردم خیلی شنیدم امام رضامونم یاد کردن از حضرت خاتم الاوصیا حضرت مهدی موعود. اگر شما صلاح میدونین که شما هم بپردازین. خواهش میکنم. عرض شود که وجود حضرت مهدی علیه السلام خب برکت هستن. تمام ائمه ما به نوعی سفارش ایشونو کردن. آره. تمام انبیا سفارش این بزرگوار رو کردن. امام صادق علیه السلام فرمود لو ادرکته ایام حیاتی لخدمته. اگر خدا به من عمر بده زمان ایشون رو درک کنم، زمان امام زمان رو درک کنم، من امام صادق خدمتش میکنم، خادمش میشم. خیلی حرفا خیلی قابل تحمل. امام معصوم علیه السلام لخدمته، در بس در خدمت ایشون است. الله، من به نظرم این حرف همه ائمه است. تمام ائمه ما به نوعی این جملات رو فرمودن. حالا من تیمما و تبرکا به بخشی از فرمایشات حضرت رضا علیه السلام راجع به امام زمان علیه السلام نکاتی رو فرمودن عرض میکنم. خیلی هم عالی. اولا از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام 19 تا روایت من دیدم بزرگان تحقیق کردن راجع به امام زمان وجود داره. 19 تا روایت. بالاترین روایات از زبان امام صادق علیه السلام حدود 124 روایت و حدیث راجع به حضرت ولی عصر. حضرت فرمودن، امام رضا فرمودن الخلف الصالح من ولد ابی محمد الحسن ابن علی و هو صاحب الزمان و هو المهدی. قرار خلف صالحی از فرزندان امام است. شما ببینید حضرت رضا از خونم که سلام الله علیه سال 203 به شهادت رسیدن تا زمان امام هادی بعدش هم برسه به امام عسکری. هنوز امام زمان به حسب ظاهر به دنیا نیامده. تا 255. بله 255 خیلی 52 سال میشه. بله، ولی بشارت میده که قرار از یه خلف صالحی از نسل ایشون بیاد و هو صاحب الزمان و هو المهدی. بعد جالب اینجاست، علامت میده حضرت رضا علیه السلام کان فی سن شیوخ. وقتی نگاش میکنی متوجه نمیشی که پیر سنش بالاست، چون الان 1100 و تقریبا 80 خورده ای سال از سن حضرت بله. گذشته. سن بالاست اما و منظر شبان، ولی قیافش به جوونا میخوره. تو بعض از روایات داره مثل یه جوون 40 ساله. قوی فی بدنه، قوی یکون معه عصا موسی. همراهش دو چیز هست، یکی عصای حضرت موسی و یکی هم خاتم و سلیمان، انگشتری جناب حضرت سلیمان. کنایه از این که همونجور که حضرت سلیمان پادشاه شد ایشون هم قراره که خلاصه سکاندار کل عالم بشه دیگه.
و روایت داره که وقتی حضرت رضا علیه السلام یاد امام زمان میکردن، اینو مرحوم محدث قمی در خدمت شما عرض کنم که کتابشون نقل میکنن، منتهی الآمال، قسمت امام هشتم علیه السلام، فرمودن که وقتی یاد امام زمان میکردن میایستادن، اسم حضرت رو میبردن، حضرت دست مبارکش رو سر میذاشتن، یه مقدار خم به سمت زمین میشدن و اینی هم که الان مثلا میگه سلام یا ابا صالح، این برگرفته از فعل امام و عمل امام بر ما حجته. یعنی یک ادب این چنینی. بعد چند تا نکته داره دل آدم میسوزه. ترید، امام زمانی که یه عده تو اون زمان طردش کردن، اصلا یادش نیستن، حواسشون نیست، اگه بارون میاد به واسطه حضرت تو دعای ندبه میخونی وجعل صلاتنا بهی مقبوله، اصلا نمازهای ما به واسطه امام زمان مقبول میشه، دعاءنا بهی مستجابا، ارزاقنا بهی مبسوطه. و شرید، بی خانمان، کسی اصلا حواسش به حضرت نیست. صاحب الغیبه، ایشون کسی است که دارای غیبت طولانی است، به گونه ای که بعضیا تو دوران غیبت گرفتار بلیات عدیده ای میشن. انقدر منجلاب زیاد میشه، اینی هم که تو بعضی از روایات داره که دوران غیبت طلاق زیاد میشه، روابط حرام زیاد میشه. نه اینکه خواستن مجوز به ما بدن، بلکه خواستن بگن انقدر باطلاق این گونه مفاسد زیاد میشه، شما مواظب باشید تو اون باطلاق گیر نکنید، مواظب باشید نیفتید. وقتی یه دعایی داره امام هشتم علیه السلام، خیلی دعای قشنگه راجع به امام زمان علیه السلام. من اینجا یادداشت کردم، مرحوم سید ابن طاووس. سید ابن طاووس همون کسیه که مرحوم محدث قمی هر وقت میخواد از ایشون نقل کنه میگه قال سید ابن طاووس، دیگه سند نمیگه، خودش سنده. تشرف داشته محضر امام زمان. بله. از مقاتل ابن مقاتل از امام رضا نقل میکنه که حضرت به ایشون فرمودن که تو قنوت نماز جمعه چی میگی؟ چه دعایی میخونی؟ آقا هر چی که مردم بخونن ما هم مثل همونای یه چیزی میخونیم دیگه. حضرت فرمود اونچه که مردم میخونن تو نخون. معلومه که یه مطلبی حضرت میخواد به ایشون گوش زد کنه، ولی این دعا رو بخون: اللهم اصلح عبدک و خلیفتک به ما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک. یعنی یه دعا میکنه واسه امام زمان. حضرت رضا علیه السلام تو قنوت نماز جمعهش این دعا میکنه: خدایا امور عبد خودت رو، یعنی امام زمانت رو، و خلیفه خودت رو زمین رو اصلاح کن به طوری که اصلاح کردی امور انبیا و ائمه رو، و حفه به ملائکتک، و ازت میخوام که فرشتگان اینا حافظش باشن، و ایتو به روح القدس، و ایشون رو مؤید کن به روح القدس من اندک. بعد دعا میکنه حضرت. معلوم میشه خود دعای برای امام زمان اثر وضعی داره. بله. این که فرمودن اکثر دعا به تعجیل الفرج، واقعا یه برکتی داره. و من نگاه میکردم صاحب مکیال المکارم، ایشون میفرماد من 90 تا فائده برای دعای امام زمان من پیدا کرده و نقل میکنه. 90 تا. حالا من به بخشش اشاره میکنم. اولا وقتی شما یاد امام زمان میکنی، قرآن میفرماد و اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها. وقتی کسی واسهتون کاری میکنه شما بهترش رو انجام بدی. یا آیه دیگه داریم من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. بله بله. چند برابرش به ما میرسه. وقتی دعا میکنید من یه کاری برای شما انجام بدم، شما در اولین فرصت ممکن یه جورایی میخوای جبران کنی. یا بالعکس. حالا وقتی شما دعای امام زمان میکنی، امام زمان دعات نمیکنه؟ یاد شما نیست؟ یه دونه دعای امام زمان در حق ما بگیره واسه خودمونو 7 نسل بعدمون الی یوم القیامه کافیه. یه جمله‌ای بگم. جناب حسین ابن روح نوبختی نایب خاص امام بود، نایب سوم بود. پدر شیخ صدوق اولاددار نمیشد.
اومد خدمت ایشون گفتش که عریضه‌ای دارم خدمت امام برسونید، بفرمایید دعا کنه. حضرت جواب دادن سیولد لک ولد مبارک، به زودی خدا بهت یه فرزندی میده که با برکته. 2 پسر بهش داد، یکی از این پسرها شد شیخ صدوق ابن باب ری تو شهر ری، که ایشون شخصیتی بود که میفرمودن که خودشون میفرمودن ولد تو به دعای الحجه. میدونی من کیم؟ من کسی هستم افتخار دارم به دعای امام زمان متولد شدم. ای جانم. 300 جلد کتاب آره. احیاگر فرهنگ امام زمانیه. یعنی میخوام بگم یه لحظه توسل پیدا کرد، یه لحظه یه اشارتی شد، تا روز قیامت همینجوری همه فقها و شیعه از این دائره المعارف شیخ صدوق داره بهره. آره. یه صلوات براشون بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دست شما درد نکنه آقا جون. من حالا قبل از اینکه بریم و برگردیم ادامه فرمایشات شما بشنویم، داشتم به اینم فکر می‌کردم که امامان متأخر عمدتاً از امام 7م 8م امروز جانمون به بعد بیشتر انگار به موضوع غیبت امام زمان، بیشتر به وجود نازنین امام زمان، به ظهور منجی و مهدویت پرداختن و انگار اذهان مردم رو کم کم دارن آماده میکنن برای درک شرایط غیبت. مثلا من یادم افتاد خیلی روایات هم از حضرت جوادالائمه داریم، فرزند امام رضا، راجع به مثلا انتظار فرج، که حالا من یک اول عرض کردم از امام رضا که فرمودن چه نیکو صبر و انتظار فرج، که این جزئی از فرج، این به تعبیر دیگه از امام جواد هم هست که افضل الاعمال انتظار الفرج، آماده سازی شیعیان آره. برای امتحانات سخت. آره. حالا من اینو گفتم که یه تأملی هم میدن نگاه بکنن، اگه صلاح دونستین بریم و برگردیم با شما زحمت بکشین راجبش صحبت بفرمایید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میفرمایند که 9 دقیقه وقت داریم، ان شاءالله به نیت امام نهم از جوادالائمه ذکر خیرشون کردیم، برکت کنه. حالا که شما اسم امام جواد یه نکته‌ای رو عرض کنید. امام رضا علیه السلام فرمود که مولودی با برکت تر از امام جواد نیست. همینجا یه نکته هم بگم، برای توسلات امور دنیا، توسل به برای حوائج دنیوی، توسل به امام جواد خیلی مهمه. آره. حتی شده صلواتی، ذکری، تلاوت قرآنی، هدیه ثواب اون تلاوت رو هدیه کنیم به روح مطهر امام جواد علیه السلام. عرض شود که راجع به فواید دعا برای حضرت عرض می‌کردیم. دعای خوشگل امام رضا هم داریم. چقدر قشنگه. وصلکم من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء. خدایا از روبرو از پشت سر یه دیده بانانی بگذار که دائما امام زمان رو رصد کنن، از هر بلیه و آفاتی حضرت دور باشه. و ابدله من بعد خوفه امنا، ترس و نگران نباشه، امنیت. لذا یکی از کارهایی که در واقع دعای برای امام زمان علیه السلام میکنه، آدم آرامش پیدا میکنه. میبینی مثلا طرف تو ضرب المثل و عرف معمولی میگن باباشو دیده شیر شده. آره. آدم وقتی باباشو میبینه، بزرگشو میبینه، شیر میشه دیگه. من که امام زمان دارم همه عالمو دارم دیگه، چه غم دارم. و لذا خوبه که دعا کنیم. روایت داره که سعی کنید که برای امام زمان دعا کنید، اول دعاتون صلوات، آخر دعاتون صلوات، و رأس حاجاتتون اللهم عجل لولیک الفرج باشه. بعدم دعایی که آدم واسه امام زمان میکنه، نعمت‌ها رو زیاد میکنه، نعمت‌های خدا رو زیاد میکنه. تو اون آیه شریفه هستش که اگر خلاصه شما منو یاد کنید، اذکرونی اذکرکم فاشکرولی ولا تکفرون. اگر ما خدا رو یاد کنیم، خدا هم یاد ما میکنه. اگر امام زمان رو یاد کنیم، برکتش به ما میاد، چون که ما اعتقاد داریم بکم ینزل الغیث، به واسطه این 4 نفر علل خصوص امام زمان بارون میاد. نمیگه بکم المطر، بکم الغیث. غیث با 3 نقطه، بارونی رو میگن که آباد کنه، خراب کن نیست. مطر ممکنه هم خراب کنه هم آباد کنه، ولی غیث حتما آباد میکنه، زمینا سیراب میشن. خب وقتی دعای واسه امام زمان میکنه، زمین دلت هم سیراب میشه. اون که ربیع الانام و نظرت السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. به آدم کیف میکنه. تو جلسات قبل عرض کردم فما احلا اسماءکم،
خوشمزه میشیم. از شیعتنا حلویون خوشمزه. وقتی اسم شما رو میشنویم حالمون جا میاد. حالمون الان خیلی میگه آقا چیکار کنم حالمون خوب بشه؟ آقا توسل به امام زمان پیدا کن، دعاش کن. با زیارت آل یاسین شده، استغاثه به حضرت شده، یه صلوات واسه سلامتی حضرت شده، صدقه دادن برای حضرت شده. حالا اینا که جای خود، دعا و توسل و اینا که جای خود، من میگم مثلا هر کاری میکنی، هر کار خیری که میکنی، حتی برای خانومت داری یه گل میخری میبری چون میدونم امام زمان شاد میشه، به نیت امام زمان. حتی یا خانوم ها تو منزل غذا درست میکنن. یه بزرگی میگفت که بیان تقسیم کنیم به روز ایام هفته. شنبه متعلق به رسول خداست، شنبه رو به نیت خوشنودی قلب مبارک رسول خدا غذا رو بپزیم. یک شنبه برای امیرالمومنین حضرت زهرا تا جمعه برای امام زمان علیه السلام. وقت هم اون غذا میشه نوش جان، هم میشه نور جان. آقا من خودم هر وقت، باورتون نمیشه، هر وقت سعی کردم به هر کارم توی بخش زندگی، حتی یک کار جزئی، رنگ امام زمانی بزنم، اون اصلا یه چیز دیگه ای شده. توی همین اجراهای توی این سالهایی که من تجربه دارم، هر وقت سعی کردم از امام زمان بگم خودم اصلا یه حسه، همین که تو داری میگی حلوی، اصلا این حسه میاد، این شیرینی دلچسب. من یه وقتی، حالا شما فرمودید گفت الکلام و یجر الکلام، چند سال پیش دهه محرم بود، یه وقتی هم خیلی من منبر زیاد داشتم، خسته بودم، هرچی کتابو نگاه میکردیم اصلا قفل بود ذهن من. پیش خودم گفتم حالا که اینجوری خدای تو خواستی اینجوری بشه، ما تسلیمیم، میریم خطبمون رو میخونیم، مسئله شرعی رو میگیم ایها الناس. من امروز کتاب باز کردم، ذهنم قفل، روزمون رو میخونیم میریم. رفتیم رو منبر با همین، ولی دلم هم شکسته بود. گفتم حالا آبرومون میره بره دیگه، حالا دیگه چاره نیست. مسئله رو گفتیم و بعد مسئله صلوات رو گفتم خب الان میخوام بگم که من ذهنم قفل. آقا یه مطلبی اومد توسل به امام زمان پیدا شد. یه مطلبی اومد که اصلا مثل اون منبر تو عمرم سراغ ندارم، مال من نبود. الله میاد آخه باید به زبون بیارن دیگه. راست میگی. به زبون باید بیارن. یه وقت شما مینویسین، من مینویسم، حالا شما در حرفه خودت، من در کار خودم، اما اینی که یک دهم اینا هم نبود، یه چیز دیگه ای میشه. پس معلومه که روزی اونه. دقیقاً. و دعای برای امام زمان یک نوع روزی معنویه. راست میگی. روزی معنی. همین که الان ما داریم حرف میزنیم، همین که بیننده ها پای گیرنده هاشون نشستن، همین که الان میگه خب حالا که اینجوری ما هم یه صلوات واسه حضرت بفرستیم، روزیتون بوده فرستادید. اصلا اینو امام رضا از مخاطب، همین که این دعا رو فرمودن، این کلمات راجع به امام زمان، یعنی شما بگین، شما هم ازشون یاد کنید، شما هم حرفشون رو بزنید. بعد آخر دعا چقدر قشنگ میفهم وجعلنی من انصاره. خدای میشه، امام رضا میفرما سلام الله، خدای میشه من از یاران او قرار بدی؟ انک علی کل شیء قدیر. میشه من از یار او قرار بدی؟ حالا چطور آدم میشه یار او باشه؟ چطور میشه یار او باشه؟ با حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه، ولی به قول بزرگان فرمودن الم تکن حلیما فتحلم. اگر آدم حلیم و صبوری نیستی، ادای آدمای حلیم و صبور رو در بیار. اول ادای آدمایی که عشق به امام زمان دارن در میاریم. آقا دوست داریم، کم کم این مجاز تبدیل به حقیقت میشه. به جای میرسه که همینجا که نشستی، یاد حرف آیت الله بهجت افتادم، فرمود شما وقتی سخن از دهان شما بیرون میاد، قبل از اینکه صدای شما به خود شما برسد به امام میرسد. من مونده بودم این یعنی چی؟ پیش خودم تصور کردم پیامک هایی که ما میفرستیم، اول میره یه سرور مرکزی داره، اوکی میکنه، تایید میکنه، بعد حالا شاید ظرف چند صدم ثانیه اتفاق بیفته، بعد به اون بنده خدا میرسه. یعنی من میخوام که امام زمان همه چی ما رو میدونه. فرمودن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. اصلا اشکش در میاد. انقدر تو آقای، انقدر بزرگی. همین امام رضا اول عرض کردم، درس پس دادم، فرمودن دیگه بر مردم از پدر و مادر بر اونها مهربانتر. چقدر پدر و مادر بچه‌هاشون دوست دارن. چقدر جایی من به خدا میگم رفتم که صلاح نبوده، امامم راضی نبوده، بعد وقتی اومدم همه گفتن التماس دعا، یا من از سر الجمیل و ستر القبیح. و لذا میخوام بگم بیننده ها،
دنیا آخرت میخوایم توسل به امام زمان زندگیمون، کلاممون، رفتارمون، حرکاتمون، سکناتمون، فکرمون، ذکرمون رو منطبق با حضرت کنیم، خیرش هم انشالله میبینیم. الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین، انشاءالله. خیلی کیف کردیم. سلامت بشید، دستتون درد نکنه، قربونتون برم، اجرتون با حضرت رضا بزرگواری. ما هم خوشحال شدیم از اینکه توفیق داریم در خدمت شما بیننده ها باشیم. فدای شما باشید، محبت دارید. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. چون صحبت از دعا و توسل بود و دعای قشنگ امام رضا جانمون درباره حضرت حجت ارواحنا له الفدا رو فرازهایش رو فرمودن و استفاده کردیم، منم دلم میخواد با یه دعا برنامه رو به پایان برسونم که میدونم اولین آمینگوی این دعا هم خود امام رضا جانه. مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیهما هستن. انشاءالله که خیلی زودم به اجابت برسه. الهی به حق سامن الحجج عجل لولی کل فرج. اللهم آمین یا حق. خدا